الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام على إمام الموحدين الذي بعث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله سبحانه وتعالى این حلقه 55 از آموزش توحید است و ان شاء الله سبحانه و تعالی در این حلقه باقی مانده از مسائلی که در موضوع توحید ربوبیت بود سخن خواهیم کرد و البته این حلقه چهارم یا که قسم چهارم در بیان توحید ربوبیت است. بارک الله فیکم. ما در حلقه گذشته، حلقه 54، به شما فعلهای ربوبیت الله سبحانه و تعالی را یک چند تایش را بیان کردیم. صفتهای فعلی ربوبیت الله را 5 تایش را بیان کردیم. خلق، فعل خلق، فعل تدبیر، فعل ملک و فعل الاحیاء والاماته و فعل البعث والحساب. بارک الله فیکم. حالا باشد به شما باقی مانده از فعلهای ربوبیت الله سبحانه و تعالی را که از صفتهای فعلی الله هست به شما بیان خواهیم کرد. ششمین صفت فعلی الله سبحانه و تعالی در ربوبیتش این النفع و الضر هست. النفع و الضر این صفت الله سبحانه و تعالی هست و نام الله از این صفت این است که النافع الضار. النفع یعنی منفعت رساننده، منفعت رساندن، و الضر ضرر رساندن. الله اینچنین از این دو صفت دو نام دارد. از صفت نفع النافع، الله النافع است. النافع منفعت بخشنده، فایده دهنده. الله به انسانها فایده می رساند، منفعت می بخشد. الضار اینچنین الله ضرر رساننده هست. یعنی تمام نیکی و خوشبختی و تمام نعمتی که این دنیا دارد همه از جانب الله است و تمام ضرر و کمبودی و بلا و آفتی که این دنیا دارد از جانب الله است. صاحبش الله است، تنها خودش. هیچ کسی به شما یک ذره هم فایده رسانیده نمیتواند مگرم به اجازه الله و به اذن الله سبحانه و تعالی. و اینچنین هیچ کسی به شما ضرر رسانیده نمیتواند مگرم به اذن الله و به اجازه الله سبحانه و تعالی. پس ای برادرم و ای خواهرم، موحد باش. هیچگاه از قبر، از سنگ، از درخت، از مزار طلب کمک نکن. فرزند نداری؟ به نزد مزار نرو، به نزد قبر نرو، به نزد اولیای صوفی نرو. یگان مزار، یگان قبر، یگان مقبره، یگان درخت، یگان سنگ، یگان پیامبر، هیچ کسی
یگان قبر پیامبره، یگان قبر اولیای به تو کمک کرده نمیتواند. چرا که خودی الله خبر داده است که تمام نیکویی در دست الله است. به الله رجوع بکن، به سوی الله برو. رفتن به سوی الله این موحد شدن است. موحد شدن یعنی توحیدها را آموختن، عمل کردن. موحد کسی که توحیدها را آموخته است و عمل کرده است. بارک الله فیکم. پس اینچنین از هیچ کسی امیدی ضرر رسانیدن هم نکن. اعتقاد داشته باش که بجز الله هیچ کسی به تو ضرر رسانیده نمیتواند. یگان قبر به تو ضرر نمیرساند، یگان مزار به تو ضرر نمیرساند، یگان درخت به تو ضرر نمیرساند، یگان جن به تو ضرر نمیرساند، یگان چشم به تو ضرر نمیرساند، یگان ساحر به تو ضرر نمیرساند، یگان فالبین به تو ضرر نمیرساند مگرم به اجازت الله. اگر الله اجازه ندهد هیچ کس به تو هیچ چیز کرده نمیتواند. پس اگر تو موحد باشی الله تو را حفظ میکند. پس تمامی نیکویی و تمامی بدی، تمامی منفعت و تمامی ضررها همه اش از جانب الله است. نیکی و بدی، فایده و ضرر از جانب الله است. برای همین وقتی که یک منفعت به سرتان آمد، فایده آمد، خوشبختی آمد، الحمدلله بگویید. الله را شکر بکنید، برای که از جانب الله است. و ما بكم من نعمت فمن الله. هر یک نعمتی که هست از جانب الله است. و زمانی که بر بالای شما یگان مصیبت، بلای، آفت و ضرر آمد، صبر میکنید. هیچگاه اگر این طور میکردم این طور میشد نمیگوید، بلکه صبر میکنید. و انا لله و انا الیه راجعون میگید. ما از جانب الله هم و باز به سوی الله باز میگردیم. به هیچ کس نسبت نمیدید. ضرر صاحبش الله است. الله سبحانه و تعالی در سوره یونس آیه 18 میگد: و یعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ینفعهم. مشرک ها بجز الله، بغیر الله دیگر چیزهای را عبادت میکنند که این چیزها نه ضررشون میرساند نه فایدهشون میرساند. بله، مشرکای زمان قدیم و امروزه مشرکایی هم که در بین من و شما وجود دارد، در این عالم وجود دارد، میبینید که سنگ را عبادت میکند، قبر را عبادت میکند، درخت را، مزار را، این و آن چیزها را عبادت میکند، در حالتی که این چیزها هیچ فایده به عبادت کننده و هیچ ضرری به عبادت کننده نمیرساند. عبادت چیست؟ هر یک کاری که الله دوست می‌دارد، هر یک عملی که الله دوست می‌دارد و از همون عمل راضی است، همین عبادت است. همین رو به غیر الله انجام دادن شرک است. دعا کردن رو الله دوست می‌دارد یا نمی‌دارد؟ بله، الله دوست می‌دارد که انسان دعا بکند، یعنی از الله طلب بکند، مشکلی های خود را به الله بگوید و از الله طلب نجات بکند، طلب منفعت بکند، طلب فایده بکند، طلب نجات بکند و طلب کند که الله از بلا و آفت نگه دارد، طلب دفع مضرت بکند. این دعا هست. همین دعا بزرگترین عبادت است و همین دعا را کسی به غیر الله انجام دهد مشرک است. گویا که غیر الله را عبادت کرده است، نه گویا که البته غیر الله را عبادت کرده است. از همین جهت اهل سنت والجماعت میگن که در سر قبرها رفته، در سر مزارها رفته شما دعا نکنید. دعا نکنید به این معنا که از این قبرها طلب نکنید، از این طلبها امید یگان فایده یا نابود شدن ضرر نکنید. اعتقاد هم نداشته باشید. قلب شما باید اعتقاد هم نداشته باشد به این قبرها. باید اعتقاد بکنید که همه قبرها یک عادی هست،
یک انسان در درون این وفات کرده است و گورانیده شده است و این انسانی که در درون قبر است هیچ فایده به شما رسانده نمیتواند. اگر پیامبر باشد، پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم، از درون قبرشون به شما یک ذره فایده نمیرسانند، مرده هستند. انک میت و انهم میتون. الله میگه که ای محمد تو وفات کرده ای صلی الله علیه و سلم. و البته در آیه دیگر الله میگه لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله، در سوره اعراف آیه 188. یعنی ای محمد صلی الله علیه و سلم بگو، به مردم بگو که من به نفس خودم یگان مالکیت ندارم که ضرر رسانم و فایده رسانم مگرم همون چیزی را که الله بخواد. الله به محمد صلی الله علیه و سلم امر کرده است که به مردم بگو که من یک انسانم مثل شما و هیچ ضرری و فایده رسانیده نمیتوانم مگرم اینکه الله اجازت بدهد. یعنی به اجازه الله هیچ کسی حتی به خودش فایده و ضرر رسانیده نمیتواند. این است توحید. وقتی که این چیز رو آموختید باید اعتقاد بکنید، یعنی باید به همین باور کنید، اقرار کنید، قبول کنید و تصدیق کنید. اعتقاد شما باید همچنین باشد، یعنی شما 100% باید باور کنید و تصدیق بکنید که تمام ضرر از جانب الله است و تمام فایده از جانب الله است، النفع و الضر. و بغیر الله سبحانه و تعالی هیچ چیزی از نفع یا ضر را نسبت ندهید. الله سبحانه و تعالی در سوره احزاب آیه 17 میگه قل من ذا الذی یعصمکم من الله ان بکم سوءا او اراد بکم رحمه. بگو کیست همان ذاتی که شما را از الله ایمن نگه می‌دارد زمانی که الله به شما یگان بدی را خواست یا به شما یگان نیکی را خواست. یعنی الله وقتی که خواست که به شما رحمت کند، به شما مهربانی کند، کی پیش این را گرفته میتواند؟ یا که الله وقتی که خواست که به شما غضب بکند، یک مصیبت را بیارد، یک بدی را بیارد، کی میتواند که پیش الله را بگیرد؟ هیچ کسی، والله هرگز. این همه تکنولوژی و این همه انسان هایی که کر و فر دارند و به غیر الله اعتقاد میکنند و غیره، از دستشان هیچ چیزی نمیآید. پیش الله را هیچ کسی گرفته نمیتواند. الله کدام وقتی خواست، به کسی خواست، در کجای خواست، خواهد نفع میرساند، خواهد رحمت میکند، خواهد ضرر میرساند و غضب میکند. در آیت دیگر الله میگه اذا مسکم الضر فالیه تجأرون. یا در آیت دیگر میگه و ان یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو. اگر الله به شما ضرر رسانید بجز الله هیچ کسی به شما فایده رسانیده نمیتواند. پس ششمین صفت فعلی الله، یک صفت الله که این صفت رو الله فعلا عملا اجرا میکند و این از ربوبیت الله هست که من و شما باید در اینجا موحد باشیم، یعنی توحید رو انجام بدیم، یعنی تمام منفعت را و تمام ضرر را به الله نسبت بدیم. همین است النفع و الضر. وقتی که در حقیقت به این صفت فعلی الله، به ربوبیت الله ایمان آوردیم و موحد شدیم، قسم به الله زندگی ما زندگی آرام می شود و در زندگی اضطراب ها نابود می شود و البته که قبر پرستی و مزار پرستی و درخت و سنگ پرستی نابود می شود، چرا که ما همه نفع و همه ضرر را به الله نسبت میدیم، بجز الله هیچ کسی ضرر رسانیده نمیتواند. ببینید حتی در حدیث صحیح آمده است، در حدیث صحیح آمده است که الله سبحانه و تعالی میگوید لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم
یعنی اگر اولی شما، آخر شما، تمام انسان ها، تمام جین ها جمع بشوید و به یک انسان خواهید که منفعت رسانید، لا ينفعهم بشيء الا قد كتبه الله لك. هیچ فایده رسانیده نمیتونید مگرم همون فایده که الله نوشته باشد. ولو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم كانوا على قلب رجل واحد منكم، یعنی اگر اول شما و آخر شما و انسان ها و جن ها همه یک بشوید، میلیارد ها انسان و جن یک جا شوید، خواهید که به یک انسان ضرر رسانید، لا یضرهم الا بشیء قد کتب الله لك. هیچ ضرر رسانیده نمیتوانید. اگر الله نوشته باشد در تقدیر میبیند، نوشته نباشد هیچ ضرر رسانیده نمیتوانید. رفعت الاقلام و جفت الصحف. قلم ها نوشت و برداشته شد، نوشته شد و نامه ها خوش شد. معنای این سخن همین است که تمام چیز در تقدیر وجود دارد و هیچگاه شما آمدن ضرر و آمدن منفعت را به غیر الله نسبت ندهید. و خصوصا امروز کسلی ها، بسیار مسلمان ها کسل می شوند، در حالت کسلی. یا بسیار انسان های هستند در این دنیا که به بالاشون مصیبت و آفت میبره، چرا که این عالم همین عالم مصیبت است، عالم سنجش است. بعضی مسلمان ها فرزند ندارند، الله اونها را عقیم کرده است، بے فرزند کرده است. بعضی انسان ها کسلی روحی هستند، بعضی انسان ها کسلی دیگر نمود هستند. و همچنین کمبودی ها، بعضی انسان ها قمبغل هستند، فقیر هستند، مسکین هستند. میروند به نزد غیر الله، میروند برای نجات یافتن به غیر الله، میروند برای منفعت یافتن به سوی غیر الله، میروند به سوی طبیبانی که نامشان طبیب است و خودشان فالبین و جادیگر و ساحر مشرک و کافر مرتد هستند. به نزد اونها میروند و خودشان را مشرک میکنند، چرا که هر یک ساحر که به نزدش رفتید شما را مشرک میکند. وقتی که به نزد ساحر رفتید، شما یعنی اعتقاد کردید که ساحر فایده رسانیده میتواند و ساحر ضرر را از شما دور میکند. برای همین رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند: من اتى عرافا او کاهنا فصدق بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلی الله علیه و سلم. در حدیث روایت امام مسلم، هر کسی که به نزد ساحر رفت، به نزد فالبین رفت و به گفته های همون تصدیق کرد و عمل کرد، به تحقیق به قرآن کافر شده است، کافر است. کسی که میرود به نزد فالبین و یا که بگیم ساحر، کافر است، مشرک می شود اگر به همون اعتقاد بکند. مشرکیش در کجا؟ مشرکیش در توحید ربوبیت، مشرکیش در توحید اینچنین الوهیت، هم اطاعت و هم در توحید ربوبیت، در انکار ربوبیت، یا که در ربوبیت به الله برابر کردن یک انسانه، در فعل الله النفع و الضر. یعنی شما گفتید به غیر الله یک انسان هست که با ضرر و فایده میرساند، این ساحر است، والعیاذ بالله. برای همین به نزد ساحر، به نزد قبر، به نزد فالبین، به نزد غیر الله مراجعت نکنید، به نزد غیر الله نروید. این شرک است و این شرک در ربوبیت است. و اگر رفتید و دعا کردید، و این البته شرک باز در الوهیت می شود. الوهیت یعنی عبادت. رفتید اول اعتقاد کردید که همین ضرر یا فایده می رساند، این شرک در ربوبیت است. رفتید و عبادت کردید، یعنی اطاعت کردید، یا که دعا کردید، یا که سجده کردید، یا که نظر کردید، یا که طواف کردید. این شرک دوم، شرک در الوهیت، و این چنین انسان مشرک است. اگر توبه نکند، این انسان با همین نمودی شرکش توبه نکرده بمیرد، الله نمی بخشد، ابد الابد در جهنم است. ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. الله مشرکانی که در حالت شرکشان وفات کردند، توبه نکرده وفات کردند، الله نمی بخشد. ان الله حرم، البته الله حرام کرده است برای مشرکین جنت را. حرم علیهم الجنه و مأواهم النار و ما للظالمین من انصار. برای مشرکین جنت حرام است، مأوای اونها، بازگشت اونها جهنم است و بینات جای بد است. انا همین عمل ها را انجام میدهد. مشرک چیست؟ همین عمل ها را انجام میدهد. اعتقاد میکند که بجز الله یک آدم فایده و ضرر میرساند.
انسان موحد کسی که توحید را فهمیده، دیده و دانسته، آموخته عمل میکرد، این را موحد گفته میشود. انسان موحد همون انسان است که تمام فایده و ضرر را از الله میداند، میرانیدن و زنده کردن را از الله میداند، تمام مالکیت را از الله میداند، تمام تدبیر را از الله میداند و تمام خلق را از الله میداند. از غیر الله هیچ چیزی از اینها را نمیداند. خواه اون پادشاه باشد، خواه پرزیدنت باشد، خواه رئیس باشد، خواه چیزی نباشد، او بنده است، اون کسی نیست. خواه قبری باشد، خواه اولیای باشد، خواه ایشانی باشد، خواه صوفی باشد، هیچ چیزی نیست. البته صوفی ها و رافضه ها در همین جا هم مشرک شدند. رافضه ها اعتقاد میکنند که امام هایشان صاحبای قبر فایده و ضرر رسانیده میتوانند و صوفی ها هم اعتقاد میکنند که اولیاهایشان، ایشان هایشان فایده و ضرر رسانیده میتوانند. والعیاذ بالله. پس صوفی ها و رافضه ها در همین باب هم مشرک هستند، در باب نفع و ضر. النفع و الضر این تنها و تنها از خصوصیت الله است، از فعل تنها الله است. این صفت فعلی خاص الله است. به کسی دیگر نسبت دادید مشرک میشوید. انا همین است. بارک الله فیکم. و هفتمین صفت فعلی الله سبحانه و تعالی که از ربوبیت الله است، باید ما در اینجا توحید را عمل بکنیم. این علما میگن التصویر والابراء والفطر، یعنی تصویر کردن، صورت کشیدن و الله سبحانه و تعالی در آل عمران آیت 6 خبر میدهد هو الذی یصورکم، الله همون ذاتی هست که شما را به کدام شکلی که خواست به همان شکل، به همان صورت شما را خلق کرد. هو الذی یصورکم، یعنی الله همون ذاتی هست که شما را، صورت شما را به شکل می‌دارد، صورت شما را میکشد. این صورتی که من و شما داریم، این صورت ما را کی این چنین صورت اختیار کرده است؟ الله است. الله مصور است. یکی از نام الله این است که المصور، یگانه خودش صورت کشنده و صورت سازنده است. صورت های خلقش را و صورت های مخلوقاتش را و صورت انسان ها را خودش کشیده است و خودش با خبر داده است که هو الذی، او تنها خودش صورت کش است، تصویر کننده است. بارک الله فیکم. و در آیت حدید، در سوره حدید آیت 22 ان نبرأها، ابرا کننده هم خودش است. الباری، التصویر این صفت الله است. المصور این نام الله است. الابراء این صفت الله است. الباری این نام الله است. الباری یعنی پاک کننده. الله در سوره حشر آیه 24 میگه هو الله الخالق البارئ المصور، الله تنها همون ذاتی هست که خالق است، خلق کننده است، باری هست. الباری ابراء و پاک کننده، المصور رسم کشنده. به همون صورتی که الله خواهد به همون صورت خلق میکند. الله خودش فاطر است. فطر صفت الله است و الله نامش فاطر است. الفاطر. الله میگه فاطر السماوات والارض، فاطری آسمان ها و زمین ها. پس ما باید برادران و خواهران عزیزم این صفات های فعلی الله را که در توحید ربوبیت هست بیاموزیم و در همین جا موحد باشیم. در اینجا موحد باشیم. چگونه؟ یعنی
الله را مصور دانیم و صفت الله را تصویر دانیم و یگانه تنها خودش را مصور دانیم. از همین جهت کشیدن رسم را، گرفتن رسم را علما حرام کردند. کشیدن رسم کشی از جهت اسلام حرام است. علما میگن شرک اصغر است، چرا که رسم کش تنها الله است. الله میگه این اشد الناس، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگن در حدیثی که امام مسلم روایت کردند، این اشد الناس یوم القیامت المصورون، سختترین عذابی که در روز قیامت کشیده میشود اینها رسم کش ها هستند. الله میگه که احیوا ما خلقتم، اون چیزی که شما خلق کردید، یعنی رسم کشیدید خلق کردید، اینا زنده کنید. پس بارک الله فیکم، رسم کشیدن این شرک اصغر است. اما رسم گرفتن به اپارات ها رو، به این فوتو اپارات ها رو بعضی از علما جایز دانستند. اما کشیدن رسم به دست رو، به قلم و غیره رو، البته شرک اصغر است و این حرام است. مسلمان نباید کشد، چرا که رسم کشنده این الله است. التصویر انا این موحدی است، انا این توحید است. و البته در مسئله النفع و الضر، صفت فعلی ربوبیت الله که پیش از این گفتیم، در اینجا داخل می شود. مثلا انکار کردنی این تومورهایی که وجود دارد، انکار کردنی ضرر رسانیدنی، مثلا یا فایده رسانیدنی اسریق و غیره. یعنی امروز در تاجیکستان اعتقاد هست، اعتقاد صوفی های مشرک این است، اعتقاد رافضه ها هم همین است که گویا تومور فایده میرساند. برای همین بعضی از انسان ها پیش از اینکه بررسی بیرون شوند یا پیش از اینکه به یگون کاری روند، به نزد یک مولای میروند، تومور میکنند و همین تومور را میگن تشتاب هم میگند. در طرف های جنوب تاجیکستان تشتاب میگند، در قرغان تپه و در دوشنبه اونجا تشتاب هم میگن. تشتاب یعنی تومور، یک آیت های قرآنی که به ورق نوشته شده، به چرم دوخته شده و در دست یا در لباس انسان گذاشته میشود. این شرک است و این شرک اصغر است. اگر گوداند که همین تومور، گوید این تومور به ما یک سبب فایده است، بگوید شرک اصغر است. اگر بگوید که نه 100% همین تومور به ما فایده میدهد، این شرک اکبر است و صاحبش را کافر و مرتد و مشرک میکند. اگر تومور را سببی فایده و دفع مضرت فقط سبب داند، شرک اصغر است. اما ذات ضرر و فایده را نه به الله بلکه به تومور نسبت بدهد، این شرک اکبر است. والعیاذ بالله. از کدام جانب؟ از جانب توحید ربوبیت. در کجای توحید ربوبیت؟ در صفت فعلی ربوبیت النفع و الضر. اگر راه گشته از پیشتون یک گربه گذشت، گربه سیاه گذرد، مردمی مشرک به عقب راه میگردند، میگن که هر کسی که در راه از پیشش گربه گذشت، این گربه گذرد ضرر می آید. والعیاذ بالله. این شرک در ربوبیت است. شرک در صفت فعلی ربوبیت النفع و الضر است. ضرر رساننده و منفعت رساننده تنها الله است. این صفت الله است. از پیش شما گربه میگذرد، خرس میگذرد، گرگ هیچ چیزی به شما ضرر نمیرسد. این شرک است، این افسانه است. یا که بعضی ها از پیششون گربه گذرد تاقی رو توب میدهند. والعیاذ بالله. یا که ملچه ها به دستی کودک کردن، یا که یک رشته‌چه رو به دست کودک کردن و میگن که چشم نرسد، یعنی همون رشته گویا که این کودک رو حفظ میکند و ضرر چشم رو نابود میکند. در اینجا رشته رو به درجه الله برآورده است، به الله برابر کرده است. و البته این چی است؟ والعیاذ بالله. این شرک است. اگر سبب داند شرک اصغر، اگر گوید که نه همین رشته یا که همین ملچه به همین کودک 100% خودش فایده و ضرر یا که حفظ میکند، البته این مشرک اکبر است. یا که انسان ها وقتی که خانه نو خریدن یا خانه نو کردن یا خانه خود را یک ترتیب دادند و زیبا کردند، یا به خانه های نو خود، به سر دیوار خود، به دروازه خود یک بند از اسریق، یک گیاه بوناک را میگذارند و اعتقاد میکنند که همین گیاه که در کوه ها و دشت ها میروید ضرر چشم را
نابود میکند، بلا و آفت را نابود میکند. همچنین انسان ها مشرکند. اگر گویند که این سبب نابود شدن بلا است، بلا را نابود کننده الله است، تنها الله بلا را نابود میکند. ضرر رساننده تنها الله است، منفعت کننده تنها الله است، حفظ کننده تنها الله است. اما این یک سبب است، گویند اینها مشرک، شرک اصغر هستند. الله نمیبخشد. شرک اصغر بینات گناهی بزرگ است. از همه گناه بزرگترین بعد از کفر اکبر و شرک اکبر شرک اصغر است و بعد از این بدعت و گناه کبیره و غیره. و اما گوید که نه، همین گیاه خودش فایده می آورد و ضرر را نابود میکند و چشم را نابود میکند، گویند مشرک اکبر است. این چنین انسان ها مشرک اکبر است، مرتد و مشرک است. والعیاذ بالله. و بعضی از انسان ها به نام مسلمان تقه میگیم یک آهنی که در بزیر پای خر یا که اسب گذاشته می شود تا که اسب یا خر راه گردد. یک آهنی که علامتی مثل دایره، مثل محتاب است، محتاب ناپره. این رو میگن تقه. همین رو بزیر آستانه خونش یا که به بالای دروازه خونش میزند و اعتقاد میکند که همین عمل در آمدن جنها را، ضرر جنها را نابود میکند، حفظ میکند از بلا. این شرک است. اگر سبب داند، این یک سببی حفظ کردن داند، این شرک اصغر است. نه اگر خودی همین آهن از جن میدارد و از بلا حفظ میکند و غیره داند، این چنین انسان ها مشرک است و مرتد است. شما میبینید که این چقدر شرک های هست که امروز در بین مسلمان ها پهن شده است. این همه شرک در کدام نمود توحید؟ در توحید ربوبیت است. در کجا؟ در کدام قسم توحید ربوبیت؟ در قسم سبحان الله انکاری صفتهای فعلی الله سبحانه و تعالی، صفتهای فعلی ربوبیت الله سبحانه و تعالی است، یا که برابر کردن غیر الله در ربوبیت به الله است. برابر کردن غیر الله به صفتهای فعلی ربوبیت الله است. هر کسی که غیر الله را به الله برابر میکند، این مشرک است. تقه را، یک آهن را که در زیر پای خر و اسب میگردد، به الله آورد و برابر کرد. خصوصیت الله را که این فعلی، صفت فعلی ربوبیت خصوصیت الله بود، به این آهن داد، به این گیاه داد، به این گربه داد. بعضی ها خانه غنبور را، خانه زنبور اصل را، یا هم به عموم خانه زنبور را میگیرند، به بالای چیزهای فروخته شونده یعنی ریزه میکنند، می اندازند و میخته میکنند. میگن که هر چیزی که به بالایش همچنین میکنید فروخته، زود فروخته میشود، یعنی فایده رو از خانه غنبور. این شرک در ربوبیت است. و همچنین هر یک عملی که از اون عمل و هر یک چیزی که از اون چیز والعیاذ بالله فایده و ضرر طلب کرده میشد، همه از شرک در ربوبیت الله، همه از شرک در ربوبیت الله است. از هر یک چیزی که طلبی منفعت میکنید و غیر شرعی است، همه از شرک در ربوبیت الله، در صفتی فعلی ربوبیت الله است. پس احتیاط باشید. مؤمن همین است. مؤمن همین است. بعضی انسان ها تطیر میکنند، یعنی میگن که هر کسی که به سفر برآمد نباید گردد. انسانی به سفر برآمده اگر گردد، به عقب گردد، یک بلا می آید و یک مصیبت است. یعنی از سفر گشتن رو چی میدونند؟ سببی بلا و مصیبت، سببی ضرر میدانند. انمین هم شرک است، اعتقاد شرک است. ما گفتیم از سفر گشتن به سفر برآمدن این هیچ بوکی نیست، برای که نفع رساننده و ضرر رساننده الله است، نه سفر شماست. بعضی انسان ها تشاؤم دارند، یعنی چی میگویند؟ تشاؤم یعنی فالبینی میکنند. میگویند در روز شنبه سفر کردن درست نیست، در روز سه شنبه اگر سفر کنید سفرتون خوب میشود، در روز دوشنبه سفر کنید سفرتون خوب میشود، اگر در روز شنبه یا یک شنبه سفر کرده سفرتون بد میشود. این همه از شرک است. این همه از شرک در ربوبیت است و در جانبی صفتی فعلی ربوبیت الله در نفع و ضر است. در کدام روز سفر نکنید جایز است و در کدام روز سفر نکنید هم جایز است. سبحان الله. روزی که شما سفر میکنید سببی
منفعت یا که ضرر نمی شود. و هر کسی که اعتقاد میکند که همون بلایی که اومد به سبب روز آمد، این البته شرک در ربوبیت است. سبحان الله. بسر یک انسان بلا آمد، بعد از این گفت اگر این طور میکردم این میشد، اگر نمی رفتم همین مصیبت نمیشد، اگر نمی برآمدم نمیشد، اگر این شرک است. کلمه اگر بعد از ضرر رسیدن، اگر این طور میکردم، اگر اون طور میکردم گفتن، این شرک است. مؤمن و موحد این سخنها را نباید بگوید. این شرک اصغر است. شرک اصغر است، بیند گناهی بزرگ است. چرا که الله ضرر را داد، باید تو راضی باشی. تو هزار اگر هم بگویی، هزار راه دیگری رو انتخاب میکردی، حتما با همون ضرر می آمد، برای که الله در تقدیرت نوشته است. تو باید راضی باشی، الحمدلله بگو، صبر بکن و راضی به تقدیر الله شو. الله البته این ضرر رو به منفعت، به فایده عوض میکند. الله تو را سنجیده ایستاده است. اگر نگو. پیامبر صلی الله علیه و آله میگن فإن لو لا تقول لو فإن لو تفتح عمل باب شیطان. اگر نگویید، بعد از عملی شدن اگر نگویید، این شرک اصغر است. چرا که اگر این دری شیطان رو باز میکند. همه این مشکلی ها، همه این چیزهایی که مثال هایی که من میارم، نمونه هایی که من میارم، در بین ما و شما، در بین مسلمانای منطقه من و شما وجود دارد یا ندارد؟ وجود دارد. در تمام عالم همچنین مشکلی وجود دارد. در تمام عالم همچنین شرکیات در بین مسلمان ها وجود دارد. پس مشکلی اونها حتی در توحید ربوبیت است. اعتقاد مسلمان ها در توحید ربوبیت، در صفتهای فعلی ربوبیت الله ضعیف است. حالا نسبت الله اعتقاد کامل و شامل ندارند. باوری و تصدیق و قبول 100% ندارند. از همین جهت این شرک ها به وجود میاد. انسانی که مؤمن و موحد است، انسانی که الله را شناخته است، انسانی که صفتهای فعلی ربوبیت الله را میداند و اعتقاد میکند و قبول کرده است و تصدیق کرده است، این عملهای شرک را انکار میکند و انجام نمیدهد. یا که میگه گوش من سرخ شد و خارید، بینی من خارید، کسی مرا بد میکند. یا که دستی من خاریده ایستاده است، کسی به من پول میدهد. پای من خارید، کسی، یا که راه میگردم. این همه فالبینی، این همه شرک در ربوبیت الله، در باب النفع و الضر است. بارک الله فیکم. پس این بود حلقه امروزه در توحید. و بله، اگر یکی دیگر از صفتهای فعلی ربوبیت الله را بگیم، این النصر است. النصر، نصر، کمک نمودن، کمک کردن، این صفت الله است. النصر، کمک کردن هم صفت الله است. الله میگه ینصر من یشاء، الله کسی را خواهد نصرت میدهد. الله در آیه دیگر میگه امن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن. کی است همان کسی که یک لشکری باشد که به شما نصرت بدهد بجز الرحمن، بجز الله؟ هیچ کسی بجز الله به شما نصرت داده نمیتواند. و الله هست که تنها شما را کمک میکند. کمک کننده شما الله هست. از غیر الله طلب کمک نکنید. فإن استعنت فاستعن بالله. اگر طلب کمک کردن خواهی، از کسی طلب بکنی که به تو کمک کند، از الله طلب بکن. در مشکلی زندگیت، در کمبودی زندگیت، در بلا و مصیبتت، از غیر الله طلب کمک نکن، تنها از الله طلب کمک کن. از الله طلب بکن. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ای الله، من تنها تو را عبادت میکنم و تنها از تو طلب کمک میکنم. به من کمک کن. فرزند نداری، بگو به من فرزند ده. بای شدن میخوای، بگو مرا بای بکن. از فقیری نجاتم بده. عمری مرا دراز بکن. کسلی مرا نابود بکن. راست از الله طلب بکن. الله قریب است، نزدیک است. یجیب دعوت الداعی اذا دعان. دعای دعا کننده ها را اجابت میکند زمانی که دعا میشود. بین خودت و بین الله واسطه نگیر، پسردنگ نگیر، وسیله نگیر، قبر را، مزار را، چیزی را. راست از الله عبادت کن، راست از الله دعا کن،
راست از الله. بین خودت و بین الله وسیله گیر، نامهای الله را بگو ای الله تو نصرت دهنده هستی، تو ناصر هستی، به من نصرت بده. تو صفت نفع و ضر داری و تو النافع، نامت النافع است، الضار است، به من منفعت ده و مرا از ضرر نابود کن. و همچنین دعا کنید. بارک الله فیکم. الله وعده داده است که مؤمنان را، موحدان را نصرت میدهد. الله میگه انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیاة الدنیا و یوم یقوم الاشهاد. حتما ما نصرت میدهیم اون کسانی را که ایمان آوردند از رسولانمان و اون کسانی که ایمان آوردند مؤمن هستند در این دنیا و در آخرت. بارک الله فیکم. پس بارک الله فیکم. این بود 3 یا یک چند صفتهای فعلی ربوبیت الله که از خصوصیت الله هست که ما باید در همین جانب موحد باشیم. یعنی همه این صفتها رو از الله دانیم، معنیش رو فهمیم و در این صفتهای فعلی را به الله چیزی را شریک قرار ندهیم. بارک الله فیکم. در حلقه آینده باقی مانده از صفتهای فعلی الله سبحانه و تعالی در ربوبیت را به شما بیان خواهیم کرد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.